برای گذاشتن پرد حربی بخشیده با جشن سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آماده باشد. فرمانده پرد کمیسر شهر مایور اصلیزاده. Para Nizam با marşı tantanavi در یک مسافه معین توجه باروز با قدم marş قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از قسمت ساختار دولت مسلح جمهوری تاجیکستان بوده. وظیفه اساسی قسم نظامی مذکور حفظ و مدافع ابیکت‌های مهم دولتی نیروگاه برقی آب راهون می باشد. از میدان کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر راهون گذشته ایستادند. وظیفه اساسی کارمندان میلیسیا این تأمین ترتیبات جمعیتی می باشد. در میدان قوه و واسطه های ناحیه‌ای مدافعی حدودی از حساب تشکیلات و اداره های در شهر راهون فعالیت کننده قدم می زنند. در میدان قوه و واسطه ها از حساب منطقه مدافعی حدودی رقم 5 جمعیت سهامی گشاده نیروگاه برقی آب راهون قدم میزنند. از میدان قوه و واسطه های ناحیه‌ای مدافعی حدودی از حساب زنان تشکیلات و مؤسسه های شهر راهون میگذرند. در میدان شهروندان احتیاطی ذخیره های سفربرکنی ناحیه مدافعی حدودی از حساب قطعه رقم 2 قدم میزنند. ذکر دل من همیشه نام وطن است، ابرود زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. در میدان شهروندان احتیاطی ذخیره های سفربرکنی ناحیه مدافعی حدودی از حساب قطعه رقم 3 قدم میزنند. آیا سرباز کشور تو دل من، تو هستی دولت من جاودان باشد و پاسبانان مبارک میگویم ای هموطنان. در میدان شهروندان احتیاطی ذخیره های سفربرکنی ناحیه مدافعی حدودی از حساب قطعه رقم 1 قدم میزنند. بادا تاجیکستان بر شمایان شرف و خوشبختی میگویمتان. مبارک بادا عید بر شما ای خلق تاجیک، باشد ارتش ما چون خورشید جاوید.